در روایت آمده وقتی که شروع میکنه به رقصیدن، بلا تشبیه شیطان از پشت دستش داخلش میبرد. تا زمان این رقص میکند این دست شیطان به داخل این انسان هست. دوملوی عزیز، پیش از اونی که شما حرف میزنید یک بار فکر میکنید چی حرف و چی تعلیم برای بیننده ها و شنوندگان شما میدهید. شیطان کار دیگر ندارد که چلیکش رو میبرد و در پسی نفر من نمیدونم این حرف گفتم نمیتونم و از این صحبت شما مردم چی عبرت میگیرند خودتان میدانید و انگشت شیطان و همان روایتتان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی یوسوس فی صدور الناس. آن شیطان وسوسه اندازی که در سینه های مردم وسوسه می اندازد. شیطان تنها وسوسه کرده میتواند. انگشت خودش رو، چلیک خودش رو در پس کسی زدن و این چیزها در حق شیطان بهتان است. در حق دین اسلام هم نیز بهتان است. بس کنید دوملوها نقل افسانه و سفسطه رو جوانان رو فریب نکنید.